داغستان دهه‌ای است که در جماعت دهات داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین جایگیر بوده، زیاده از 400 خوجگی در اینجا زیست و زندگانی می‌کنند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 در این دهه از سال 1970 ساخته شده تا اینجا فعالیت دارد و بسیاری از شخصان برومند جمهوری تاجیکستان، مخصوصا هنرمند شناخته جمهوری تاجیکستان مرحوم دولتمند خالف نیز در اینجا تحصیل علم نموده است. عین حال باشد دبستان مذکور حالت حزن‌انگیز داشته در حالت صدمه‌ای قرار دارد. از روی اطلاع دیرکتوری مؤسسه نام برده عین زمان 56 نفر آموزگاران و 526 نفر محصلین در این مخزن علم و معرفت علم می‌آموزند و به حالت صدمه‌ای مؤسسه نگاه نکرده آموزگاران مشغولیت‌های فنی را در سطح لازمه به راه می‌مانند و همساله از این مؤسسه کلی ختم کنندگان به مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی شامل گردیده صاحب کسب می‌گردند. اما وضع کنونی این دبستان خیلی در حالت بد قرار دارد. ضمن سوال‌های داده شده گروه ایجادی رهبریت مؤسسه اقرار شد که در چنین وضع آنها به خوانندگان درس می‌گویند و هرچند که همساله سیمخانه و راهروها را از تعمیر جاری می‌برانند، اما با سبب برف و باران‌های پرشدت که دهه مذکور در کوهستان جایگیر است باز به حالت پیشتر برمیگردد. لازم به یادآوری است که در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و نواحی علاقه تعمیر مؤسسه‌ها آغاز گردیده و بعضی مسئولان مؤسسه‌ها کار خود را به اتمام رسانیدند. اما از چی باشد که در مؤسسه مذکور تعمیر حالا هم آغاز نگردیده است. هرچند که مؤسسه در حالت صدمه‌ای قرار دارد، اما میز و کرسی‌ها هم شکسته و ولنگار در هر کنج گذاشته شده، در و تیره‌های شکسته، شیعار و آویزه‌های داخلی راهروها حالت کنونی صدمه‌ای آن را باز هم حزن‌انگیز نشان می‌دهد و این ما را وادار ساخت که از فعالیت این مؤسسه تعلیمی گزارش تهیه نماییم. مؤسسه رقم 3 به نام جمعه‌خان اکرام باشد در مرکز جماعت دهات شوراباد قرار داشته. مؤسسه مذکور سال 1970 به طور فینی یعنی تختگی ساخته شده است و سیمخانه‌ها در فصل زمستان با پیچ‌های برقی و قسما با علوی گرم کرده می‌شوند. مؤسسه مذکور از دوران شوروی ساخته شده باشد هم علاقه سیمخانه‌ها برای سال نو تحصیل پررنگ رنگ و بار شده، میز و کرسی‌ها آماده کرده شدند. با سبب کم بودن جای نشست در دوران سال‌های صاحب استقلالی مملکت از جانب لایحه‌های خارجی در پهلوی مؤسسه 2 سیمخانه علاوه‌ای ساخته شده مورد استفاده قرار داده شده بود که این سیمخانه‌ها طریق خشت‌های لایه‌ای ساخته شدند و در نتیجه برف و باران‌های زیاد به حالت صدمه‌ای دچار گردیدند و پایه‌های محافظتی در پهلوی دیوارها نصب کرده شدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 دهه حاجی دره جماعت دهاتی دشتی جون باشد سال 1989 با زیاد شدن اهالی در دهه مذکور و احتیاجات علم گرفتن فرزندان دهه دوردست به فعالیت شروع کرده است. از روی اطلاع مسئولان مؤسسه مذکور بینای آن در زمینه سابق فرمه شیری دوران شوروی که در این دهه فعالیت میکرد به مؤسسه تعلیمی تبدیل داده شده و تا این زمان فعالیت دارد که داخل سیمخانه‌ها حزن‌انگیز بوده در چنین وضعی ناکفایه خوانندگان علم آموزی می‌نمایند. همچنین رهبریت مؤسسه مذکور اطلاع داد که نوابسته به چنین وضع ختم کنندگان مؤسسه مذکور در همه چاره‌بینی‌های ناحیوی اشتراک فعالانه نموده و مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی پوره شامل می‌گردند. همین مکتب ما صدمه است از سال 26 سپتامبر سال 1994 شده اینجا تا سال 2015 مکتب 9 ساله بود. از 2015 این جانب مکتب 11 ساله شده، 8 ساله کار میکند. از سبب اونه که دهه ما دهه دوردست بود، همین فرما بود. بعد حکومت همین مردم همین دهه میونه تو دهه حاجی دره همین را گرفتن ساز کردن، 9 سالش کردن. بعد از 9 ساله سال 2014 این جانب این مکتب 11 ساله کردن. ما همین کار کرده فعالیت خود شروع کردیم. در پیروی از اقدام‌های شایسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نظر داشت وضع کنونی مؤسسه مذکور، عین حال طریق لایحه بینای نوی 2 آشیانه تعلیمی در پهلوی آن ساختمانش عبارت از 7 سیمخانه با اتاق‌های کاری ادامه دارد که از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود اثر با مبلغ‌گذاری بانک عمومی جهانی بنیاد ملی ادامه داشته باید تا سپتامبر سال 2025 به استفاده داده شود. در نزدیک مؤسسه ما بینای نو ساختمان شروع کرده استفاده است. ما امید داریم که در روزهای نزدیک به استفاده داده میشه. خوانندگان ما در مؤسسه رقم 21 تحصیل خود داریم. من از همین پیشوای معظم ملت میندار هستم که با دستگیری کمک همین پیشوای معظم ما با همین مشکل رو پس کرده صوبی خیم که مکتب زمانه‌ای شده ایستاده‌ایم. باعث نگرانی است که قسم زیادی درس‌ها به واسطه عیانیت‌های خانش صورت می‌گیرد. از میز و کرسی و تخته‌های صنف دیگر حجت سخن کردن هم نیست، زیرا چیزی که عیان است حجت
به بیان نیست. با زیاد گردیدن شماره اهالی در دهه حاجی دره و دهه‌های گرد و اطراف آن در این مؤسسه تعلیمی مشکلی جای نشست نیز به میان آمده است. مسئولان شعبه معارف ناحیه شمس‌الدین شاهین اطلاع دادند که با نظرداشت دوردست بودن دهه‌ها و قسما نوبنیاد بودن آنها مرحله به مرحله شرایط خوانش و دانش در این مؤسسه‌ها بهتر گردیده، با بنیاد مکتب و سیمخانه‌های نو آنها روند تعلیم و تدریس خوانندگان را خوب می‌نمایند. مقصد تهیه این گزارش به عزت نفس کسی رسیدن نیست، تنها هشدار دادن است که خواننده امروزه در چنین وضع و شرایط چگونه دانش میگیرد و به کمال میرسد، چون که پیشوای معظم ملت بهر رشد معارف تمام شرایط ها را سازگار نموده و در این سمت دستگیری های زیاد نموده است تا نسل جوان و نورس علم آموزند و بهر آینده جامعه شخصانی با معرفت به پایه رسند.